پیش از همه من حالا در این پخشی که شما با من زنده میبروید میخوام نه درباره دسته منتخب تاجیکستان گپ زنم بلکه درباره آنکه ما در کجا هستیم. ما در یکی از شهرهای دومی قطر جایگزین شدیم، الریان، و اینجا ورزشگاه احمد علی است و این ورزشگاه 45032 تماشابین میبرد و امروز شادی ما از آن است که امروز ما یک گروه زیادی مخلصان رو ما اینجا دوستان گرامی دیدیم که اینها تقریبا همشون از روسیه آمدند. حال آنهایی که از دوشنبه امروز با خط سیر مستقیم اینجا آمدند با آنها وا نخورده و آنها هم میآیند و با آنها هم صحبت میکنیم. حالا بیاید رویه خیلی خوب است. امروز روزی نهایت مهم است برای تاجیکستان. در صورت غلبه کردن این روز تاریخی خواهد بود و بیاید شناس بشویم. پیش از همه اینجا حمید رو که میبینید اینجا بسیار هم با پرچم‌های تاجیکستان آرای تارو یافته است شناس بشیم. حمید شما از کجا آمدید؟ سلام علیکم. من از شهر سوچی فدراسیون روسیه اینجا آمدم که فوتبالبازان تاجیک خود رو دستگیری کنیم. باور کنید وقتی که تاجیکستان عزیز ما بار یکم بار در این خیلی بازی میکند خیلی خوشحال هستم. از خرسندی من از شهر سوچی تا مسکو با 3 هواپیما تا اینجا رسیدم. از شهر سوچی تا مسکو، از مسکو و دبی، از دبی و قطر که تا اینجا رسیدم با یک سهم خود رو در این بازی بونم. تشکر. ببینم با دوستان زیادتون هست اینجا. این دوستان ما از شهر قزان، از شهر دوشنبه، از این برادر ما از این استودنتی در روسیه میخواند با دسته ما دستگیری میکند. برادرم از فدراسیون روسیه از شهر قزان برادر ما اومده است. از هر تمام کنار دنیا امروز جمع اومدیم که دستگیری کنیم. تشکر. این پرچم ها هم شما به اینا دادید؟ این پرچم ها رو بله گرفت و همراه خود آوردم. باز یک حالت شما گفتید که چیزی سریه دارید، یک چیزی مخفیه دارید که در وقتی بازی سرشونش بگید. این چی است؟ این برای من یک سیکرت است. حالا این خدا خواهد پس از بازی میگم، بازی نمیگم من. وقتی بازی اون برادرای ما که ما خیلی مینداری خود رو با خلق برادری ما ازبکستانی و گفتنی هستم که ما رو در این بازیایی که پیش از این بود خیلی دستگیری کردن. میخوایم که من امروز خدا خواهد با مایکای تیم ملی ما رو آورده است. ما انتظاریم که تسر بیارد ما با او سپاریم. مایکای تیم ملی جمهوری فوتبال. خب نوک دوستان گرامی، فوتبالبازان ما در میدان بودند و ما اولین قدم‌های آنها را در این ورزشگاه دیدیم. بسیار طبعشان بولیده است و از آن من میبالم که آنها یگان نفرشون نگفته است که ما این بازی رو بای بدیم. همه میگن یک دیلانه ما برای غلبه آمدیم و با این جام از اینجا میروند. خب از این بازی که با امارات متحده عرب است چی را انتظار هستید؟ این خیلی بازی دشوار میشد برای ما. ما آماده هستیم. ما خدا ان شاء الله خواهیم که امروز ما غلبه کنیم. ما برای غلبه اینجا اومدیم. تشکر. این امیدین اینجا حالا باز به ما خبر میدهند که حالا باز تماشابینانی که از تاجیکستان آمدند کمی دورتر از ما هستند و ما به اونجا میرویم و ادامه گزارش مستقیم خود را باز با پیشکش بینندگان ما میکنیم. اگر با پیش 1 2 3 تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش، تاجیکستان با پیش. خب این حالا شماره کمشون هست، برای همین صدایشون اونقدر خوب نمیبراید، اما ما دیروز در یک جایی که از همه تاریخی است سوق واقف اونجا تقریبا نیم ساعت با مخلصان تاجیکستان در بین اسپورت گزارش دادیم و حالا بیاید یک لحظه شما به استودیو برگردید و ما میریم به نزد اون مخلصانی که از تاجیکستان آمدند و اونجا صحبتمون رو ادامه میدیم. تاجیکستان با پیش. در حقیقت بین تو پیش از اون که با این نشست مطبوعاتی آید شاید با بازی بچه های ما رو تماشا کرده باشد، گفت ما در مقابل دسته منتخب تاجیکستان بازی نهایت جالب خواهیم نشان داد. ما تجربه بسیاری داریم و از جمله در حیات دسته منتخب امارات متحده عرب 7 نفر بازیگران لگیونر، یعنی اونایی که شهروندی این کشور رو
گرفتند حضور دارند و میتوانیم با پیروزی نائل شویم. ولی در این وقت روزنامه‌نگاران با سوال‌های عجیبی خود که این دسته اوسانگذار نیست، این دسته هست که در مقابل چین میتوانست پیروز شود، در مقابل قطر میتوانست پیروز شود و خب در باره اونکه لیوان رو لبنان رو یعنی مغلوب کردیم او هم عرض کردی در حقیقت من بازی اوکراینشون رو دیدم و او دیگر موقعش رو دیگر کرد و گفت بله در حقیقت شما درست بگید بسیار فوتبال بازانش تیزکار هستند، بسیار سرعتشون بلند است و آنها میتوانند که در این برابر در مقابل دسته ما خوبتر بازی کنند. یعنی امکانیت هر دو دسته 50 در 50 است، یعنی کدوم دسته غلبه میکنند معلوم نیست.